پس تو یادت نره پیش این پسر پوتک واسه بابا پنجلی احترام زیادی قائل شی. یه جوری رفتار کن که بفهمه ما خیلی به بابا پنجلی احترام میذاریم. بذار خاله خیال تخت فقط من دارم شاخ در میارم. آخه عمو پنجلی توی این 12 سال که از مسافرت خارج برگشته و گفتی سکس کرده من ندیدم یه جمله کامل حرف بزنه، ولی امروز که اومد و حرف زد من داشتم سکته میکردم و زبونم بند میومد. قضیه چیه؟ چی رو از ما قایم کردی؟ حالا تو زیاد فکرتو درگیر این حرفا نکن. سر وقت اگه لازم بود خودم بهت میگم، ولی هر چقدر کمتر بدونی بیشتر به نفعته. حالا فعلا بریم، پوتک منتظره، ببریمش پیش بابا پنجلی. فقط احترام ویژه رو یادت نره. سلام پدر جان، اینم پوریا پوتک. سلام نخمای بزرگ، میبینم که حالتون خوبه و خوشحالم که اینو میبینم. من پوریا جان، نیاز نیست منو با اسم نخما صدا کنی، همونمو پنجلی یا بابا پنجلی بگی کافیه. سلام عمو پنجلی بزرگ، اجازه بدید دستتونو ببوسم. تازه از دستشوی بیرون اومدم، دستام خیسه. فقط ببین کیرمو ببین کیرمو از توی لپتاپم برداشت. میخواستم آهنگ گوش بدم دیدم نیستش سر جاش. برام پیداش کنی خوشحالم کردی. آها چشم عمو پنجلی نخمای بزرگ. سلام به همه دوستان عزیز و همراهان ما. امروز با حضور پوریا پوتک عزیز و نماینده شرکت پنجلی مدیا رسیدیم خدمتتون تا اسپانسر برنامه‌هامون رو معرفی کنیم خدمتتون. بله همینطور که مستحضر هستی در خدمت هممستر عزیز نماینده شرکت هممستر کامبد هستیم که اسپانسری شرکت ما رو به عهده گرفتن. اور این شرکت به این صورتی که یک هممستر به شما میده و شما هر چقدر بیشتر انگشتش کنید به شما پول بیشتر میده. البته هممستر مجازی میده و توی گوشی میتونید انگشتش کنید. بله دوستای گلم، من به شما قول میدم به احتمال خیلی زیاد این شرکت به شما پول واقعی میده. با انگشت کردن هممسترتون ما رو حمایت کنید. از جناب هممستر میخوام اگه حرفی واسه گفتن دارم بگم خدمتتون. Hello hamsters, don't forget to complete the tasks in the earn section. They will not only give you extra coins but also keep you updated on all the new features from our social media channels. Subscribe! سلام وقتتون بخیر آقا. اینجا شرکت پنجلی مدیا است؟ ای وای بر من. بله اینجاست، بفرمایید. امری داشتید؟ عرض به خدمتتون آگهی شوی بلایندیتتون رو دیدم، خواستم توی این شو شرکت کنم. شاید یه جوون خوب ایرانی پیدا کردم و تونستم از تنهایی درام. آخ شما رو سر ما جا دارید، بفرمایید. حتما تا الان کجا بودید؟ عرض به خدمتتون توی سالن ناتینگ شوی پاریس برنامه اجرا میکردم. هم مدل بودم هم مجری. ظلم قسراوة حالم خرابة